به نام یاد خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای همه در یک خوش آمدید. امید که تا آخرین ویدیو با ما باشید و همچنان برای حمایت از ما لطفاً این چینل را سابسکرایب و ویدیوهای ما را لایک نمایید. سوره کوثر. سوره کوثر کوتاه‌ترین سوره قرآن است که ختم آن فضایل بسیاری دارد. سوره کوثر را همه مسلمانان به خوبی میشناسند. سوره کوثر کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم است و فقط 3 آیه دارد. با جستجو در روایات تفسیری می‌بینیم که سوره کوثر در مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا نازل شده است. معنی واژه کوثر خیر فراوان است، اما در این که منظور از کوثر در این آیه چیست نظریات مختلف در میان مفسرین هست. سوره های قرآن کریم گنجینه های نورانی هستند که همواره برای کسانی که آنها را میخواند و عمل میکند بهره داشتند. یکی از راه های بهره‌مندی از فضایل سوره های قرآن کریم ختم کردن آنها است. یکی از ختم‌های سوره کوثر که ختم‌های مجرب و معتبر این سوره است، ختم سوره کوثر در روز چهارشنبه است. در شرح این ختم گفتند که در روز چهارشنبه این سوره را 40 مرتبه به نیت ثروت و توانمندی در مسائل اقتصادی بخوانید. این ختم برای دست یافتن به ثروت و رفع مشکلات مالی است. برخلاف تصور بسیاری از افراد که فکر می‌کنند ختم سوره های قرآن فقط برای حاجت معنوی هستند یا فقط برای حاجت مادی هستند، با این عمل به توصیه های معتبر می توان با ختم سوره های قرآن هم به حاجت مادی و هم حاجت معنوی رسید. لازم است چنین پیروی از دستورات در چگونگی انجام ختم های این سوره. ختم سوره کوثر روز چهارشنبه از ختم های معتبری است که برای سوره کوثر بیان شده است. سایر شیوه های ختم سوره کوثر و پاداش آنها. هر سوره از سوره قرآن را می توان در حد وسیع و توانمندی ختم کرد. این بدین معناست که قرائت قرآن به هر میزانی که در توانایی های قاری آن باشد موجب توفیقات می شود. طبق گفته پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی نگاه کردن به خط قرآن نیز ثواب دارد. اما ختم کردن قرآن شیوه های است که به توصیه آن می پردازیم و اگر به طور کامل و صحیح انجام شود باعث می شود خواصی که برای آن ذکر شده است نیز حاصل شود. برخی از این ختم ها سوره کوثر را ذکر می کنیم. دیدار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب. زیارت روی مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آرزویی است که دیگر در این زمان حاصل نخواهد شد، اما طبق حدیثی که از خود این بزرگوار به جا مانده است می توان به قرائت سوره مبارک سوره کوثر روی مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را در خواب مشاهده کرد. ایشان فرموده هر کسی سوره کوثر را در شب جمعه 100 مرتبه تلاوت نماید رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در خواب خواهد دید. مژده دیدار با نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در خواب را امام صادق نیز دادند. در حدیثی که از ایشان به دست ما رسیده است میخوانیم که هر کسی سوره کوثر را در شب جمعه پس از نمازی که در نیمه شب میخوانند 100 مرتبه بخوانید، به اذن خدا رسولش را در خواب خواهد دید. دوم، دور کردن افراد. گاهی برای هر شخص پیش می آید که از ملاقات با شخص یا از دیده شدن توسط فردی که به سراغش می آید حذر می کند. در این مورد گاهی یک ملاقات موجب مشکلات می شود که پشیمانی در پی دارد. یکی از خواص ختم سوره کوثر این است که می توان به وسیله آن افراد را از خود دور کرد.
در این مورد نقل قوی وارد شده است که اگر بخواهید کسی را از خود دور کنید 9 مرتبه سوره کوثر را بخوانید. ثواب خواندن سوره کوثر. قرائت سوره های قرآن همیشه باعث رخ دادن اتفاقات دنیوی نمی شود. گاه قرائت سوره از قرآن تبدیل به ثواب می شود که در دنیا آخرت دستگیر انسان می شود. خواندن قرآن از بهترین راه های جمع کردن راه ثواب آخرت و دنیا است. قرائت سوره کوثر نیز ثواب بسیاری دارد. این 2 حدیث در این باره هستند. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کس سوره کوثر را قرائت کند خداوند از آب نهرهای بهشتی به او می نوشاند و پاداش او به اندازه تمام قربانی های روز عید قربان هست. امام صادق نیز فرمودند کسی که سوره کوثر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند خدا او را در روز قیامت از کوثر سیراب می کند و جایگاهش در کنار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهد بود. ترجمه سوره کوثر. به یقین ما به تو کوثر و خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز و قربانی کن و بدین دشمن تو به یقین ابتر و بریده نسل است. سپاس که تا این دم با ما بودین. برای حمایت از ما لطفا نظریات خود را در کامنت بنویسید. تا ویدیوی بعد شما را به لای بی نیاز میسپارم. بدرود.